درود، حال دلتون عالی عالی باشه. افسون هستم تو کانال مانترا انرژی تاروت. خود لبخندتو بیار رو لبت طبق معمول. اسم کیس احساسیت رو تکرار کن. بریم ذهنشو امروز بخونیم. لایک انرژی خانیتونم که فراموش نشه، معرفی به دوستان و سابسکرایب کانال. خب بریم ببینیم تو ذهنش امروز چه خبره. انرژی بالا مثبت. بهت بدی هم کرده این چند دقیقه رو ببخشش لطفا. بیا بگونم تو ذهن چه خبره. ببین بخندی میاد میگیرته. تو ذهنش اینه که یه تعهد رسمی به تو بده، خب ولی میگه اونایی که گیرن، متأهلن، حالا روابط خیلی قوی دارن در گذشته داشتن، منتظرن که اون چی بشه، زندگی گذشته پاک بشه، تموم بشه، حالا یا خاطرش یا واقعا از حضور فیزیکی اون طرف پاک بشه بره و این آدم برگرده سمت تو. به شدت داره به این موضوع فکر میکنه. میگه تنها هدف من همینه که زندگی گذشته یا خاطرش یا وجود اون شخص کلا پاک بشه بره و من برای همیشه برگردم بیام سمت تو. اوکی؟ چرا؟ چون من تو رو واقعا دوستت دارم، خیلی دوستتون دارم. از اینکه کنار تو بشینم، حالا دستتو بگیرم، کنار گوشت زمزمه کنم، لذت میبرم. بیا درستش کن. تو خیلی خوش انرژی هستی، اصلا تو خوش قدمی، تو خوش روزی برای من. تو از کجا اومدی؟ ولی من خودم آدم گرفتاریم. تو انرژیت خوبه، عالی. ایراد از خود اون داره میگه ها. میگه ایراد از خودمه، خودم بدبختم، گرفتارم، مشکل همش داره میناله. گرفتاری متاسفانه زیاد داره، احساس میکنه دست پاش بسته است، نمیتونه، هیچ چیزی براش خوب پیش نمیره. پاکسازی براش انجام بده لطفاً. بذار یه ذره گرفتاریاش کم بشه، انشالله راه و مسیراش باز بشه تا به آرامش برسه. اگر خطای اشتباهی کرده دوست داره بیاد بگه منو ببخش لطفاً، دوست داره مورد بخشش تو ببین تو بهش انگار بی‌اعتمادی. اگه سر موضوعی به شک کردی، اعتماد نداشتی یا کلا آدم بی‌اعتمادی هستی در کل رابطه بین آدم، هیچ موضوع خاصی هم فعلا پیش نیومده، میگه بابا ببخش و بگذر، ول کن، تو رو خدا دست بر دست در ما. این خودش بنز کافی بدبختی داره، تو دیگه انقدر گیر نده بهش. میگه تو برگ برنده ای واسه من، تو خیلی خوبی، اصلا تو جفت منی، من هیچ وقت تو رو ولت نمیکنم. حتی زمانی هم که ازت دورم من دارم تو رو زیر نظر میگیرم. من میدونم تو سر تو داره چی میگذره. شناختمون باید یه ذره از همدیگه بیشتر بشه. بذار من از زندگی گذشته، از افکار، از مصیبت‌های گذشته نجات پیدا کنم، بگذرم، تموم بشه. یه دوره آرامش به زندگی من تو حتما برمیگرده. میدونم منو دوستم داری، میدونه دوستش داری، میدونه حست بهش خیلی عالیه، میدونه اهل شیطنت هم نیستی، حست بهش واقعیه. میگه بذار ذره وضع مالی خوب بشه، یعنی داره فکر میکنه که ذره وضع مالیه رو خوب کنه، کسب و کارش رو رونق بده و از اینجور حرفا. خب دیگه چی؟ مشاوره داره میگیره با خانواده، میتونه حتی در مورد تو یه چیزهایی گفته باشه، صحبت کرده باشه و که بخواد واضح‌تر تصمیم بگیره، قدمی برداره در مورد تو. داره صحبت میکنه. آدم خانواده دوستی، یعنی خانواده‌اش هر چی بگن 100% قبول میکنه. میگه به خاطر تو حتی من پشت کردم به خیلی از موارد زندگیم، حالا چه آدم‌ها، چه جاهایی میرفته، کارهایی میکرده، هر چی بوده، به خاطر تو پشت کرده به خیلی هاشون. چرا؟ چون تو فقط میتونی این آدمو جذبش کنی، اونا دیگه جذابیت براش نداشته. نقاب چهره داره، نمیذاره همه رو تو بفهمی که بگی پس ببین میخوای آره کلک بزنی. نه، همه رو بهت نمیگه، ولی من به تو گفتم به خیلی ها پشت کرده، خیلی کارهای گذشته رو گذاشته که نه فقط به خاطر تو. اوکی؟ میخواد بیاد انگشتر دستت کنه، میخواد نامزدت کنه، میخواد نشون داشته باشه این رابطه، البته که کسی دیگه نیاد یه موقع جاشو بگیره، خدایی نکرده. دوست داره بهش بگی دوستت دارم. وقتی تو میگی دوستت دارم، عاشقتم، ابراز احساسات کلامی داری، این آدم خیالش دیگه راحت میشه. لطفا تو دلتون نریزین. دوستش داری داد بزن، بگو دوستت دارم. اوکی؟ مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. دوستتون دارم. روز و روزگارم بر همتون خوش باد.